فریده این چی احوال است؟ چرا این کارو میکنی؟ فریده مادرت مرد. نمرده است. اگر میمرد حس میکردم. من با امید انتظارم. تو این رو نمیفهمی؟ برای جسدش رو ندیدنت این طور میگویی. بس است اکنون. تو باید این رو قبول کنی فریده. قبول کرده نمیتوانم. چرا؟ میخواهم که مثل پیشتر همراهش باشم. فریده تو دیوانه شده ای. مادرم یک دوگانیک داشته است. از خارجه برگشت. شرف او تماما با مادرم مانند است. به چشمانش نگاه کردم. خواستم مرا دخترم گوید. خواستم حتی دروغ هم باشد مرا دخترم گفته به آغوش گیرد، اما او به من میخواهم که او دائم در نزدم باشد. پس رفته با او صحبت کن. مثل گفته‌ات رفته در برش چین. برایش نگاه کن. شاید دلت خنک شود. شاید آنگاه حقیقت رو قبول نمایی. من میکشویم. سلام. خوش آمدید. مرحمت. بذارید. خانم اوسیا. دیلک؟ مرا با کسی مانند کرده است. چرا از هوش رفت؟ دیلک. در خانهش حجره زیاد است. در پسی درش پاسبان‌ها. باز برآمده رو میگوید. من در این خانه نمیستم، مادر نمیستم. پروا نکن پسرم. هر دویمون همراه از این جایها برآمده میرویم. اگر مرا کشند دیگر در خانه این آدم نمیستم. با کجا میروم؟ با آلمان برگشته نمیتوانم. با یگان دولت دیگر میرویم. با کدام پول؟ جانم تو اون طرفش رو به من گذار. من یک لوچ کرده این پول رو مییابم. اینش کاری من. تو پروا نکن. یک روزه جای یافته نمیتوانید و این قدر پول رو از کجا مییابید؟ لیکن با مهمان خانه نرم. زیرا در مهمان خانه شناسنامه میپرسند. عین حال تو این پول ها رو گیر. برای یک روز میرسد. خوش آمدید کمیسر گلرو. خانم یاسمن در خانه؟ بله در خانه است. بیا رفتیم. که مشکل چهره شناس برای نماید. است. تو آن مرد را میشناسی؟ نه، شاید در مرافیه مرا دیده باشد. گلرو پروا نکن. همه سخنانت رو به یاسمن میگویم. اگر میدونستم که تو رو اینقدر غمگین میکنم دهانم رو نمیگشودم. مادر این ابله پلیس ها رو جیغ نزده باشد. نه آنها برای یاسمن آمدند. کو بیا دراییم. در را چرا نمیکشوید؟ خانم جانان در را برای چی نمیکشوید؟ وای امیر و همکاری پلیسش آمدند. نخواستم اتیلا رو بینند. من با تو نگفته بودم. گفتم حالا باشد پسرت را گرفته به حولی برا. از آنجا به بیرون برآمده راننده را گویید به جای در کاریش گرفته میبرد.
майлаш. дигар аз ман кӯмак интизор нашавед. равед. биё. бо диққат бош, боз амир туро набинад. ёсуман кайҳо қарорашро додааст. рӯяд як тараф истад, номадро ҳам ба ёд овардан намехоҳад. ман бо ёсуман гап намезанам. гулрӯ гап мезанад. ба ӯ мефаҳмонад ки вай моро нодуруст фаҳмидааст. майлаш. хонумро аз назди дарамон пеш кардан намехоҳем. марҳамат кунед. ту ҳамин ҷо интизор шав. ман туро дар мошин интизор мешавам. хайр майлаш. агар хоҳӣ ту ҳам биё. не лозим нест. марҳамат. шуморо ба куҷо барам? ба лаби соҳил меравем. ба фикрам ба ёсуман ҳақиқатро намегӯӣ. то имрӯз тамоми дурӯғҳоро ба хотири хоҳарам гуфтам. барои сиҳат шуданаш, аммо ин дафъа барои худам мегӯям. аз виҷдонам шарм надошта, чунки ин ҳақиқат аст. ман амирро дӯст медорам. майлаш. гузар. تو در اینجا چی کار میکنی؟ مرا امیر فرستاد، خواست که با تو صحبت کنم. با فکرم میگویی که امروز من شما رو نادرست فهمیدم. نه، همش همین خیل بود. یعنی حقیقت بود. یعنی چی طور؟ تو با امیر؟ میدونی او به من محقول است. انیق درش من او را دوست میداشتم. چرا حیران شدی؟ تو با دستانی خودت او را به من بخشیدی. با گیره هایت، با نازکنی هایت، با قهر هایت. او دیگر طاقت کردن نتوانست. اما امیر چنان انسانی خوب است که حتی بعد او را ترک کردنت هم فکری تو رو میکند. بیچاره، برای زنی بیمار و ناراحت نکردنش حتی دروغ هم میگوید. اما مرا ببخش. من مثل او خیلی رحمدل بودن نمیتوانم، چون که من امیر را از تو دیده زیادتر دوست میدارم. تا اون درجه که زن دیگری را هم قبول کردم. اما بین، تو نتوانستی. حتی در یک میز نشستنمان تو را دیوانه کردی سومن. بس است، دفع شو از اینجا. رو از اینجا. رف پدر، اپای جانان او را برید از اینجا. رو از اینجا. رف میگویم. تو را نمیدونم، اما من همیشه در دل امیر میمونم. من عهد کردم یاسمن، تو را تا آخر عمرم ترک نمی کنم. چی شد گلوره؟ با یاسمن گپ زده توانستی؟ هر چیزی که خواسته بودی گفتم. خیر، یاسمن چی میگوید؟ بیهوده زحمت نکش گفت. من دیگر امیر رو دوست نمیدارم.
مایلش خیر. وقتی رفتم زنگ زن آمدت رو میبرم. مایلش. برای آوردنت تشکر. فریده؟ او در همین جو است. آمای گونهشم؟ بله. بیا در درون گپ میزنیم. باید حتما با او واخورم. فریده، آما هم در خونه نیستند. یگان گپی مهم داری؟ بله گپی مهم دارم. همون نفری که گفته بودید شاهد بوده است. او کیست؟ چی گفته است؟ او یک دروغگوی برآمد. پول دیه در کجا بودنش رو میگویم گفت. ثروتمند بودنی عمم رو از روزنامه ها فهمیده است. میخواست است پول به دست آورد. خانم گونیش کی می آیند؟ یک چند روز پس. چی طور؟ با پینور میماند. با پینور؟ تو با او که بودنی پینور رو نگفتی؟ فریده با گوشهای خودت شنیدی. عمم این مسئله رو مهم نمیشمارد. التماس خودت رو زیغ نکن. با کودکانت مشغول شو. حیاتت رو براغ درار. باور کن اگر عمم زنده می بود او هم همین رو میخواست. تو دختری آسیا نیستی. میدونید او همیشه همگین میگشت. براستی؟ یعنی از کجا دانم برای چی؟ حتی در کودکی هم اون فکرهای ناخوب میکرد. میدونید او رو در مکتب چی میگفتن؟ بومی تنها. تیمور جان، این شیل احمق بوده است که تو بر این مردی زیبا و چارپهلو. همینطور؟ شخصی را که صاحبی همه خصوصیت های خوب است چرا صاحبی نمی کند؟ ای شیلی ما دختری زیبا است اما از کجا دانم در رو کیم چیزی از اوسیه مونده است. یعنی همین خیل جاغش به پایان فر آمدگی هیچ نمی خندد. یعنی گویا به خودش اهمیت نمی داده باشد. این دختر همیشه همین طور بود یا اینکه جدا می شوم گفتش زیخ شده است نمیدانم، اما اهمیت نده، شاید بیمار باشد. ریره بیین که ریره دیگه. این چی معنا دارد؟ مگر این رو نمیدونی جانکم؟ با زبانی فرانسوی خنده عمر انسان رو دراز میکند. فرانسوی ها ضرب المثل دارند. خنده اساسی را شخص آخران میکند. تو همین خیلی فکر میکنی تیمور جان؟ تو خندیدن رو دوام ده، اهمیت نده. اکسکوزه موا، یعنی مرا ببخشید. تو را خدا ببخشد. چی شد؟ به این هم عجل که رسد به نزد ساحل می روی. معلوم می شود که او فهمیده است. خیر از او چشم نکنید. ناراحت نشو دخترم. بخیر است دخترم. چرا خواب نرفتی؟ خوابم نمیبرد. اینطور باشد یک حکایه نقل میکنم. با من حکایه نقل میکنید؟ اگر کودکایت خواب نروند تو حکایه میخوانی کو؟ آخر آنها کودکند. تو هم فرزندی من حساب میروی. اکنون به من با دقت گوش کن. در وقتش حضرت سلیمان انگشترینی داشته است. آن انگشتری هم مور و هم اشارتی صاحبیتی مال و ملکش بوده است. با استفاده از آن شمالها را منع می‌کرده است و با حیوانها گپ می‌زده است.
روز انگشترین را از انگشتش برآورده فراموش کرده است. آن وقت یک دیو بدی به مقام حضرت سلیمان چشم انداخته بوده است. دیو انگشتری را به دست آورده قوه حضرت سلیمان را صاحب شده به تختش نشسته است. وقتی که حضرت سلیمان بر می گردد می بیند که در تختش یک سلیمانی دیگری نشسته است. سلیمان حقیقی بودن خودش را فهماندنی شده است اما نتوانسته است. مگر من هم به این حوال نفتیده بودم؟ دختری مادرم بودنم رو فهمانیده نتوانستم. حضرت سلیمان به این چقدر چاره یافته است؟ دخترم تو از کودک‌ها هم بی‌طاقت داری. هیچ کار نکرده است. در نزد یک ماهیدار به کار در آمده چندین سال مثل آدمان عادی کار کرده است. آن دیوی بد باشد در مقام او نشسته به راحت زندگی کرده است. یک روز آن دیو انگشترینش را به دریا افشانیده است. تمام قوتش را گم کرده است. حضرت سلیمان آن روز برای ماهیداری رفته یک ماهی کلانی را گرفته آورده است. میخواست است که آن را بریان کرده خورد، ولی وقتی که شکم ماهی را چاق میکند میبیند که انگشترینش در آنجاست. یعنی انگشترین به صاحبش برگشته است؟ همراه انگشترین تمام چیزهای صاحب شدهش هم برگشتند. اما در اینجا مهم آن است که حضرت سلیمان اینقدر سال صبر را از دست نداده است. دیو را با پا انگشتری نگاه می داشته است اما حضرت سلیمان را باشد قوه ایمان با پا می داشته است. یعنی گفتنیت که اگر صبر کنم همه چیزهایم به من بر می گردند؟ بله دخترم، چون که همان ایمان در تو هم هست. اگر خدا خواهد اینش هم می شود. درباره شاهدی گفته‌تان چیزی نقل نکردید. من نخواستم شما رو ناراحت کنم، اما دانستن میخواهم. در دستش فیته داشته است. چرا حیران شدی؟ یعنی وقتی فیته گفتید حیران شدم. راست بوده است؟ یعنی میبینید گفت جانم شما پولها رو جمع کنید من به شما زنگ میزنم گفت. خوبش به این کار دست نزنید. این خیلی آدم ها فریبگرند. بله. کی میداند پگاه شما را به چی بلا گرفتار میکنند؟ اگر راست باشد چی؟ مگر جنایتی و سیاه آشکار نشده است؟ بیهوده شخصی بیگناه رو حبس کنند. پینار، مگر او پدری تو نیست؟ تو باید زیادتر فکر کنی. جانم او ما را فکر کرد؟ آخر چیزهای بین پدر و مادرم گذشته معلوم است. به این هم خدا رحمتی او را دوست نمی داشت. بعضم این پلیس او را با سلاح دستگیر کرده است. یعنی آن شخص دروغ میگوید از شما پول کار کردن میخواهد. اینقدر پول رو از کجا دارم جانم؟ به این همون پول رو از شما گرفتنی بودم. اگر برای پدرت نخواهی اقلا برای مادرت باید دهی. من همین طور فکر میکنم. به خدا چنان ورزش کردم که همه جایم درد میکند. به شما بانه نویت. بانه با من نگر تو اون فیته رو نگرفته بودی؟ گرفتم اما معلوم می شود که نسخهش رو گرفته است. کاری جانان رو دیدی؟ ما رو چندین ماه فریب کرده گشته است و ما بخبر رسما ما رو گور کردن میخواهد. باز ما رو این زن فریب نکرده باشد. با او می‌نگرم اما باوریم نمی آید. شد از من همین قدر تیمور. اگر خودم قلنگ رو زیر نمی کردم و زیر آب خوتیدنش رو نمی دیدم می گفتم که این خانم آسی است. اما هیچ گم نه، پگاه همش عنق می شود. همین که ایزی انگشتانش رو گرفتیم. تو امشب آهسته به حجرش در آمده یکان چیزش رو گیر.
مایلش تیمور. من برای تو میمونم، خواطر نشو. این رو به تو نشان میدیم. خانم جانان، به من یک چای نو دم کنید. چایتون را خودتون گیرید آقای غالب، چون که من دیگر در اینجا کار نمی کنم. خوب هستید خانم جانان؟ بعد از دیشب خوب نیستم آقای غالب. شما را چقدر زورای تولو کردم، اما عطیله را از در پیش کردید. باری اول من از شما یک چیز را خواهش کردم، شاید روی خاطر میبینید گفتم. تا امروز هرچی خواستید کردم. چشمت را پوش گفتید، پوشیدم. گوشهایت را محکم کن گفتید، محکم کردم. خیر اکنون از فکرتان گشتید؟ این تهدید از خانم جانان. اکنون آن طرفش از شما وابسته است، هرچی فهمید. حالا که من تو را نکشتم، گم شو از اینجا. به این هم من گم شدن میخواهم آقای غالب، اما بعد از پر کردنی این گم میشوم. چرا من این را پر میکردم؟ برای حقیقتی درباره گل رو نفهمیدنی یاسومان. این یک. باز دویمش مسئله کودکانیز هست. امیر حالا هم زنده بودنی آنها رو نمیداند، همین طور نی؟ همین که این را بگرویت خلاندم در یک ثانیه میموری، فهما؟ نفست را میگیرم، جانت را میگیرم، فهما؟ مالش شد فهمیدم. دخترم را پراندم، مگر به تو رحم میکنم؟ فهمیدم آقای غالب. تو احمق بوده ای، تا درجه ای که مرا تهدید میکنی. اکنون از اینجا دفع شو. اگر در یگان جای دهانت را گشایی، نه تو و نه پسرت را زنده نمیگذارم. دفع شو. میخواهم به شما خبری رسانم. کنین رو گیر. نتیجهش کی میبراید؟ بعد از یک ساعت خبر میدهم. گنج در خانه است. برای دویدن به ساحل رفته است. چرا از پسش نرفتی؟
جانم وقتی من بیدار شدم اون نبود. از این پس او را هیچگاه تنها نگذار، فهما؟ مایلش وقتی فیته رو گفتم چهره هر جشم خیره گشت. خوب شده است. حالا فکر میکنن که جانان کایها این نقشه رو کشیده است. وقتی فهمیدن که ایزی انگشتانی من نیست، من از گمانبری میبرایم. این دفعه گمانبر جانان میشود. این را چطور حل کردید؟ به جای استکانی خودم استکانی دیلک رو موندم همگی. خوب. اینطور باشد نوبت دوری دویم. با پینار میگویم که جانان چند وقت باز از من پول طلب میکند و باز یک قدمی دیگر به پیش میماند. ایستید، سروسیمه نشوید. از محکومی حکم قتل گرفته خواهش آخرینش رو میپرسم. من هم از جانان میپرسم اگر حقیقت رو اعتراف کند او رو میبخشم. اگر نکند چی؟ آن وقت من به شما زنگ میزنم اون طرفش رو حل میکنید. خواطر نشوید. تمام. بچه ها شما با این کشتی، شما با این، شما باشد با این. از پای کار تو با ما بیا. مونده نباشه. تشکر. اتیله اگیت رو میشناسید؟ نه اکا، من 2 ماه پیش آمدم. یعنی نمیشناسید؟ نه. هیچ گم نه، برای سلامت باشه. مونده نباشه. تشکر. وای اتیله ها دستگیر میکنند. اتیله اگیت رو میشناسید؟ این شخص رو. او خیلی باز به این جایها نآمده است. او رو ندیده. ولی نآمده است، ندیدیم. وای مایلش برای کار. سلامت باشید. اتیله خیز پلیس در همین جاست. خیز تو رو میکوبند. خیز میگویم پلیس باوری دارید مادر؟ بله شنیدم. سخنهایشان را شنیدم. من رو کی فروخته است؟ کی؟ آقای غالب میدونم این را غالب کرد. ای خدا من چی کار میکنم؟ پنهان شو یگانجا پنهان شو. زودتر باش. تو اطراف رو نظارت کن. سردارم کسی او رو ندیده است؟ کشتی های در اون طرف بوده رو هم بینید. تا سردارم. زن برآمد. پسرش در کجاست؟ پلیس به کشتی می‌دراید. او را دستگیر میکنند.
محمد حریف کجا شد؟ پلیس ها برآمده رفتن. این بیگانه گریخته باشد. ابله تو خواب رفتی؟ کنی تلفنم ده با آقای تیمور زنگ زنم. نه ایست کمی دیگر انتظار شویم. این دفعه جانمان را میگیرد. اما را پرسیدم رفیق کمیسر اون چیکار کنیم؟ چیکار میکردیم؟ از اینجا میرویم. خبر دروغ بوده است. زود آماده شوید. بچه ها بیایید میرویم. خدا انشالله دستگیر نمیشود. این کیست؟ این کیست؟ لبای خانم جانا، من گونش کرکالیوتی هستم. گونش؟ بله، تلفنی شما رو از شرکت گرفتم. با شما واخورده میتوانم؟ برای چی؟ میدونید در خصوصی دختری آسیه، یعنی در خصوصی دخترهایش. من حالا مساعد نیستم. خانم جانان خیلی مهم است. از اومدنتون پشیمون نمیشوید. میلش بعد از نیم ساعت در باغچه گوکسوبو میخوریم. میلش خانم گونش میایم. میلش تا بازدید. باز تو نمیرسیدی. بین هم سرم در بلا است. اوف. با کجا؟ با مکتب؟ کودک‌ها رو با مکتب برده. انا بعد خودم به کار میروم. با کدام کار؟ به خانه مادرم. پسرم دستی خواهرت رو دار. یک جای با مکتب میرود. مادرتون در خانه میماند. میلش کنی روید. با دقت باشید. میلش فریده، خواستم که در چنین روزی وزنینت با تو کمک کنم. کوشش میکنم که تو را فهمم، اما تو گویا برقصدانه چیزهای بیرون از عقل میگویی. تو در آن خانه چی کار داری؟ از خورشوی دلگیر نشدی؟ پینار کاری را نممکن نکرده باشد، باز رفته خانه‌اش را تازه میکنی. شرف، خالم در آنجا همراه پینار بوده است. آخر تو نگفته بودی که با تو اهمیت نمیدهد؟ بگذار، حالا نب آمده است، کسی را نمیشناسد. با مادرم کاری کرده نتوانستم، هیچ نباشد به خالم فایده ام رسد. نه من فهمیدم. با آن خانه رفتنت بهانه است. آن زن را مادرت گمان میکنی، همین طور نه؟ بله، همین خیلی گمان میکنم. چی کار کنم؟ دلم به گپم گوش نمیدهد. اهمیت ندهم. میخواهم در نزدش باشم شرف. در نزدش بودن میخواهم. دیده و دانسته این کار رو میکنی؟ بله، دیده و دانسته. من همین خیلی آدمم. جزا و یا هدیه‌ای که از الله می آید قبول میکنم. این زن هم مثل ارواح است. خوش آمده. وقتم کم است. چه گفتن میخواستید؟ خواطر نشوید، من وقتی شما رو زیاد نمیگیرم خانم جانان. یعنی حالا آسیه دو دختر دارد؟ بله، یکی از اینها دختری حقیقی آسیه است. من در همین فکرم. همین طور نه؟ اگر یگان خطایی باشد میخواهم اصلاح کنیم. اکنون بیچارم مرد. هیچ نباشد بعد از مرگش آرام خواب کند. نه جونم، جای او خوب است. دخترش را هم دید، تنها عمر وفا نکرد. تنها همین قدر عمر دید.
ها یعنی شما کاری از دستتون آمده رو کردید؟ البته یعنی من همش رو صمیمانه کردم. من باز هم میپرسم جانم، اگر در این کار یگان خطایی رخ داده باشد، یعنی برای آشکار کردن من هرچی از دستم آید میکنم. من تمام داراییم را استفاده میکنم. تنها میخواهم حقیقت معلوم شود، اقلا بعد از مرگش. تمامی داراییم رو استفاده میکنم گفته؟ خانم جانون، من گونیش کرکایونلی هستم. اون طرفش رو خودتون تخمین. خیر معلوم می شود که شما رو بهوده به اینجا تشویش دادم، اما شما به خودتون دقت دهید. این حیات است آخر. خانم گونش لب به سرتون یگون چیز آمد؟ بله. شما چقدر میدهید؟ گوش کنید خانم جانان، من از اون آدمانی که برای پول فکرشون رو عوض میکنن نفرت دارم، چون که به اونها باور کردن نمی شود. بعد از این واخوری هر چی که شما گویید به من تأثیر نمی کند. خدا حافظ. بالا زند. او هم مثل اوسی است، خودش را بالا میداند. اوف، آخر خیلی فرصتی خوب است پیشم برآمد. از پسم پلیس در جیبم پول نیست. آدمی بیرو بودایی؟ نه پیش کردم و نه دشنام کردم به تو فایده نمی کرده. تو با کی میگویی؟ آه پرنده پروازی فریده، در اینجا بودنی خالت رو فهمیده زود آمدی؟ بله آمدم. کار کرده قرضم رو میدیم. ای حاصل گیریه میکنم. ها خاله جان خوش آمدید. تو در اینجا چی کار میکنی؟ من پیشتر در اینجا کار میکردم. حالا باشد به کارم برگشتم. یک دقیقه، این چی ابلهی است؟ یک بار دخترش هستم میگویی، اکنون خدمتگارشم میگویی. سری مرا گران کردی. بس کن. آسیای بیچاره مرده رفت. چی حاجت به کفت و کابش؟ به فکرم هوای بحر به شما پیسه نامد. از آن خوشحالی دیروزه چیزی نمانده است. چی علاقه دارد؟ این طور باشد مونید کار کند. کسی او رو مجبور نمی کند، با خواهش خودش آمده است. من نفهمیدم شما چرا اینقدر ناراحت شدید. اگر نمیشناختم میگفتم که بینتون رابطه هست. خیلی رابطه. این طور باشد مونید کار کند. به این هم از مادرم یک عالم قرض گرفته است. همین طور؟ راست میگوید. اجازه دهید کار کنم. آقای تیمور، مشکلی کلان رو پس سر کردیم. قریب او را پلیس ها دستگیر میکردم. حالا در کجایید؟ او از جای پنهان شدهش برآمده به جای دیگر میرود. او را تعقیب میکنیم. مایلش، چشمتان را از او نکنید. باید دستگیر کنیم.
خانم گونیش من اصلا به اینجا تنها برای در براتون بودن آمدم. گوش کن، من به کسی محتاج نیستم. حاجت به محافظت کسی ندارم. فهمو؟ تو تنها کارت رو کن، دیگر به چیزی دخالت نکن. با اشتیایتم خانم گونیش. این چه زیباییست گلم. آخر میگویم که انسان پیش از مردنش نور پیدا میکند. بیهوده گویی رو بس کن. گذر. برای چی آمدی؟ جانم چند روز است مرا ناراحت میکند. پلیس زیادتر میخواهم میگوید خوبش به او یک دو تنگه داده دهانش را بندیم، نباشد احوالمون را بد میکند. خوب کردی که به من گفتی، من حل میکنم. این خوبیم را فراموش نکن. در 40 سال یک بار کاری خوب میکنی، آخر مگر فراموش کرده میشود؟ میلش خیر. با اشتهای تام. چای میخواهی؟ ها البته. میلش. صد شکر مرده زنده شدم. خوب هستی؟ مادر ما محو شدیم نیست شدیم. چرا غالب این کار رو کرد؟ با او یگان چیز گفته؟ از کجا دانم جانم؟ آخر او کارهای ناخوب دارد. فکر کردم که تهدیدش کنم شاید به من پول دهد. مادر شما روزن را تهدید کردید؟ خوب شد که شما را نکشته است. مرا از کشتن هم بدتر کرد. اکنون جای برای رفتن نداریم. در کنج باغ و گل گشته ماندیم. فریده با ما کمک نمیکند؟ نه من با فریده قهریم. برای چی؟ بعد از گریختن تو میگفت که با پلیس میروم، یعنی قریب بود تو را با پلیس میسپرید. فریده؟ بله فریده. داوود عدالت پیشه، از او امیدی نیکی نکن، حتی زنگ هم نزن. اتیلا من یک دو تلاواری دارم، آنها رو فروخته بیایم. بعدم برای تو یگان مهمان خانه میابیم که شناسنامه طلب نمی کند. شاید یگان پنسیونات یا جای دیگری. میلش تو دقت دیگران رو جلب نکن، پنهان شو، در جایهای پنهانی گرد، مرا انتظار شو. میلش من میایم. لبای شمایید؟ همون آدم زنگ میزند. چی میخواهید؟ فیتر رو کی میدهید؟ نه اینقدر زیاد است، نمیتوانم. میلش من روزی. اما اول فیتر رو میگیرم، بعد از اون پول رو میگیری. الو؟ خاموش کرد بیعقل. معلوم میشود که همه‌اش فریب است. من با شما گفته بودم. خانم گونیش از کجا میدونید؟ شاید که او راست میگوید. با فکرم پولهای تو زیادن. خیر برده ده؟ خیر میلش، من با آقای تیمور زنگ زده خبردارش کنم. شاید او پول آماده کرده شده است، بیهوده سرگردان نشود. خانم گونیش این طور گفتن شما برای آنها پسند است. آخر آنها هم نمیخواهند که آشکار شوند. گوش کن فریده، تو کاردار نشو. گوش کن، باری آخران تو را آگاه میکنم، وگرنه در این خانه دیگر کار نمیکنی.
گوش میکنم پینور. باز پسری جانان زنگ زد اما پول مول نمیگیرد. خوب بگذار به یک تنگ زور شود. همین که تکلیفمون رو شنود زود راضی میشود. با خدا به این هم زور شده است. صبح کمال آمده بود. جانان از او پول طلب کرده است. مادر و پسر مثل گدا دست دراز کردند. فکر میکنند که از کجا یک تنگه یابند. برد میکنند. تو چی کار کردی؟ حالا هم انتظاری؟ کار من هم تمام شد. برای بردن تو میآیم. یعنی؟ ایزی انگشتانش فرق میکرده است. این زن گونهش کرکونلی است. حاضر به بچه ها زنگ میزنم اتیلا را دستگیر کنم. با خدا از کتفم یک باری گران افتید. همین که از اتیلا و جانان خلاص شدیم کارهایمان خوب میشود. خیر میلش. برادر یک دقیقه. خانومت وقت یگان پیشروی هست. مبارک شود. انشالله در مرافعه نخستین شما را آزاد میکنند. چطور؟ چنان فهمیدم که ایلینتون به شوهرش دروغ گفته بوده است. چه خیل دروغ؟ در اصل خانم یاسومان کودکش را از دست نداده است. با دکترش واخوردم که ایلینتون صحت بودن کودک ها را دانسته آنها را پنهان کردن خواسته است. یعنی یاسومان حالا هم حامله دار است؟ بله، حامله داریش هم خوب گذشته ایستاده است. اینطور باشد و هممون رو فریب داده است. نبین امیر، نگاه کن. بزنی دوست داشته گرفته‌ات نگاه کن. همسری در پخته پیچانیده‌ات نگاه کن. دخترم خودت را اینقدر زیغ نکن. مناسبی و همان بود. امیر کی هست و تو کی؟ کاری که باید از اول میشد نو شد. گوش میکنم. تو ماری زهرناک بوده ای و ما نمیدانسته ایم. خانم نباهت برای مرا به حبس انداختن این دروغ را گفتی ها؟ برای بین من و پسرم جدایی انداختن این دروغ را گفتی؟ حالا ایست من از بالای تو شکایت میکنم. میبینی؟ چی میگوید یاسومان؟ من با آبی چشمانت نگاه نمیکنم. با آبی چشمانت رحم نمیکنم. من از بالایت شکایت میکنم. انا بعد میبینی که به تو خدمت میکند، که تو را به هما میبرد. کنی بینم کی میکند؟ کو یاسومان به من ده. چی گپ از خانم نباهد؟ حالا هیچ گپ نیست. همش بگاه میشود. با امیر میگویم که کودکا زنده‌اند. بعد وقت هم میگویم شکایت میکنم. انا میبینید تو هم بیگناه نیستی. آمده رفتی اما در باره کودکا چیزی نگفتی. پدر و دختر به جانی من قصد کردید. پدر و دختر. حاضرین تلفن رو خاموش کرده آرام میشوی و تا آمدنی من با کسی صحبت نمیکنی. پدر او همش رو به امیر میگوید. او میخواهد تو را حبس کند یاسومان؟ تو باشد حالا هم امیر میگویی. او در اینجا چی کار میکرده باشد؟ چی میخواهید؟ سوار شو. نمیتوانم. سر و سیمم. برای چی؟ تو رو تعقیب میکنم؟ احمقی نکن. چی میگویی پینور؟ میگویم که با تو پیشنهاد شیرینی دارم. آخر از خارج پسرت آمده است. فکر میکنم که با تو پول لازم است. ها؟ کنی زود سوار شو؟ در اصل آنقدر سر و سیم هم نیستم.
شما کیستید؟ از من چی میخواهید؟ حاضری میفهمی؟ این را یافتم میشود؟ البته میشود. اندازه اینو گفته میگردی؟ با هیچ کار بکنید؟ توفه آماده میکنم. سردهد! سردهد! سردهد بگویم! دار! سردهد! آرام شو! سردهد! نجام! دار رو! دار! آرام شو! آخر من باید با اون آدم واخورم. فکرم یگان گپ شده است. لبای چی شد؟ گپ زنید. من واخوردم میخواهم. مایلش با میخوریم. با کجا بیایم؟ مایلش بعد از نیم ساعت همونجا میشوم. گفتم که صحبت میکنیم. جانم اگر در ماشین صحبت کردن نمیتونست. باید اول یک چیز رو ببینی. راه کرد. کمال میخواست است که از ما پول کار کند. هر روز ما را تهدید میکند. مگر این ممکن است او را انا همین خیل در خلطه بار کردند. مزلیت کردن نتوانستید؟ در نقطه خیلی حساس رسیدیم خانم جانان. باید کارمون را توکلی نکنیم. خیر با چی کار میکنید؟ ما نمیکنیم. تو میکنی. کمال را میکشی. چی؟ من چرا این کارو کنم؟ چه طور کنم؟ من چی طور کردم؟ تیمور چی طور کرد؟ ما نترسیده دستان ما رو خونالود کردیم. برای همین در بالای آب ایستاده ایم. اگر تو هم شریک ما شدن خواهی این قلنگ را زیر میکنی، بعد ثروتمند میشوی. این رو همچون شرطنامه باوری حساب کن. چون که تنها هر سیمون ماندیم. باید باوری حاصل کنیم که هم دیگرمون را نمی فروشیم. برای این باشد تقدیر یک خیلی لازم است. چرا این دیر کرد؟ یا اینکه من با دیگر جای آمدم؟
خانم گونش یک چیز رو گفتن میخواهم. گپ زن. با خدا نیت شکایت کردن ندارم، اما فریده باز بر اومده رفت. او هیچ نیت کار کردن ندارد. با کجا رفت؟ کاش گوید. لبای آقای کمال. الو خانم آسیا، شرانه آمدید، من حالا هم انتظارم. با کجا؟ کمی پیش زنگ زده و آخری تا این کردید. من زنگ زدم؟ آقای کمال با اونجا فریده می رود. زود از اونجا روید، زودتر. من کرده نمیتوانم گرین رو. نه من کرده نمیتوانم. من قاتل نیستم. شاید من دوست باشم، نادان باشم، دروغگوی باشم، با دو تنگه نرزم، اما من قاتل نیستم. من میروم. جانم ما هم نبودیم اما شدیم. خودت میدونی که وقتی از این در برای تو را چگونه حیات انتظار است. مگر باز رفته غلامی غالب شدن میخواهی؟ تنها قلان رو زیر میکنی و خلاص. پسرت رو فکر کن، خودت رو فکر کن. چی بودنی بایگری رو میفهمی. کنی زودتر زودتر. آتیلا پسرم در اینجا چیکار میکنی؟ خوب هستی؟ مادر احوالم بد است، سرم در بلاست. گوش کنید خانم جانم، این تکلیفتان رو نه شما گویید و نه من شنوم. یعنی میلش پسرتان رو یک شب در خانم مهمان میکنم، لیکن از پگاه از اینجا برآمده رود. غیر از این محبس آنقدر جای بد نیست خانم جانان. من چند سال در آنجا زندگی کرده برآمدم. آدم می شود، آدم پسرتون رو آدم می کند. با کجا می روم؟ با آلمان برگشته نمی توانم. با یگون دولت دیگر می رویم. با کدام پول؟ جانم تو اون طرفش رو به من بذار. من یک علاج کرده این پول رو می یابم. اینش کاری من. تو پروا نکن. یک روزه جای یافتن نمی توانید و این قدر پول رو از کجا می یابید؟ لیکن با مهمان خانه نرم، زیرا در مهمان خانه شناسنامه میپرسند. آتیلا خیز، پلیس در همین جاست. خیز، تو رو میکوبند. خیز میگویم پلیس باوری دارید مادر؟ بله بله شنیدم، سخنهایشان را شنیدم. مرا کی فروخته است؟ کی؟ آقای غالب. میدونم این را غالب کرد. ای خدا من چی کار میکنم؟ پنهان شو یگانجا، پنهان شو زودتر. مایلش میکنم، مایلش برای پسرم میکنم، برای آتیلا میکنم، برای آتیلا. بله برای پسرت میکنی. اما با من کفالت دید. من چطور با شما باور کنم؟ تنها اولش است. تو تنها قلنگ رو زیر کن، دوامش رو هم میبینی. نمیتوانم. کنی جانم پول رو فکر کن، پسرت رو فکر کن. با این پول ها از اینجا زنی ثروتمند شدم میبرای. جانم زودتر. نمیتوانم. میتوانی زودتر.
میکنم.